سلام و درود به همه دوستان عزیز کانال تو بی تی سی. خوش اومدید به مرور مهمترین خبرهای روز دنیای کریپتو. دادگاه آمریکا موقتاً شکایت بیومتریک کوین بیس رو متوقف کرد. یک دادگاه فدرال دستور توقف موقت پرونده شکایت از کوین بیس بابت مدیریت داده‌های بیومتریک کاربران رو صادر کرد. این تصمیم به طرفین فرصت کوتاهی برای بررسی حقوقی میده. ژاپن، چین و هنگ کنگ فشار برای توسعه استیبل کوین ها رو افزایش دادند. مقام های مالی در این کشورها چارچوب‌های استیبل کوین رو جلو بردن تا تعادل بین نوآوری و ثبات مالی برقرار بشه. این یه سیگنال مثبتی برای بازار کریپتو خواهد بود. همکاری منطقه‌ای نشانه حمایت نهادی و شتابگیری پذیرش عمومیه. ریپل به ژاپن میره. RLUSD در ژاپن عرضه خواهد شد. ریپل با همکاری SBI هولدینگز قصد داره استیبل کوین RLUSD رو تا اوایل 2026 در ژاپن عرضه کنه. این استیبل کوین با پشتوانه دلار، اوراق خزانه و گزارش‌دهی شفاف منتشر میشه. این خبر یه سیگنال مثبت از پلی میان فایننس سنتی و کریپتو در ژاپن خواهد بود. بازار استیبل کوین ها در مسیر رسیدن به 1.2 تریلیون دلار. گزارش کوین بیس نشون میده بازار استیبل کوین های دلاری تا 2028 میتونه به 1.2 تریلیون دلار برسه. قانون جینیس از 2027 محرک کلیدی این رشد خواهد بود. این سیگنال خیلی مثبت هستش که قوانین شفاف و حمایت آمریکا استیبل کوین ها رو به ستون اصلی فایننس دیجیتال تبدیل میکنن. یه خبر خیلی خوب برای طرفداران اتریوم و سولانا. اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از اتریوم و سولانا برای یوروی دیجیتال. طبق داده‌های فاینانشال تایمز، اروپا در حال تست بلاکچین‌های عمومی برای اجرای پایلوت یوروی دیجیتال هستش. انتخاب اتریوم و سولانا اعتبار بلند مدت این شبکه‌ها رو افزایش میده. بازگشت احساسات بازار کریپتو به طمع. جهش بیت کوین و اتریوم پس از سخنرانی فدرال رزرو. لحن ملایم سیاستگزاران باعث رشد بیت کوین و اتریوم و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شد. این یه سیگنال مثبتی هستش که نشون میده سیاست انبساطی فدرال رزرو اعتماد بازار رو تقویت کرده. 250 میلیارد دلار به مارکت کپ کریپتو در 24 ساعت اخیر اضافه شد. ورود نقدینگی گسترده نشانه تقویت اعتماد و رکاوری بازاره. همچنین این سرمایه جدید باعث رشد بیت کوین، اتریوم و آلت کوین های بزرگ شد. فشار تعرفه ها بر ماینرهای بیت کوین، بلاکچین وارد وال استریت میشه. تعرفه های جدید هزینه ماینرها رو بالاتر برده و بر سودآوری خیلی فشار آورده. در همین حال وال استریت به سمت بلاکچین و توکنیزه سازی دارایی‌ها حرکت میکنه. یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید تا همیشه به روز بمونید. ممنونیم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا آپدیت بعدی، خدا نگهدارتون.